جوانای عزیز، امی سفر کردن و در امی میدان کامیاب شدن کار آسان نبود. واقعیت امی است که خیلی تکلیف دیدی در امی میدان. ثمره صبر و استقامت شما است که امروز الحمدلله در امی میدان کامیاب هستید. در وقتایی که مجاهدینای ما در امی زندانها بندی بودند، بر دیوارهای زندان امی چیز نوشته بود: صبر اگرچه تلخ است ولیکن بهره شیرین دارد. شما صبر کردی، امروز الحمدلله به صفت استاز در پیش امی مجموعه هستی، به صفت استاز برای امی ملت مسلمان انشاءالله در آینده هستی. خیلی تکلیف دیدی، نتیجه مثبت الحمدلله به دست آوردی. جوانای عزیز، یک دو مشوره برای فارغین امسال میگیم. مشوره اول امی است که اگر امی خانواده های شما برادر پدر و مادرتان اجازه میده که شما دیگه هم ترقی بکنی، به ماستری بری، به دکترا بری، ادامه تحصیل را داشته باشی تا که خوب متخصص شوی، برای آینده افغانستان یک مسلکی خوب معرفی شوی، خدمت خوب بکنی به جامعه. الحمدلله در افغانستان امروز این زمینه برابر است که برای تان ماستری و دکترا زمینهش برابر شود، برابر است انشالله. ما هم دیگه در کوشش همی هستیم که دیگه هم ترقی داشته باشیم، برنامه های ماستری و دکترا دیگه هم ایجاد کنیم در افغانستان. در وقتی که امارت اسلامی پیروز شد، در تمام افغانستان نمیفهمین 4 بود یا 5 تا یا 3 تا دکترا وجود داشته، برنامه دکترا. فعلا الحمدلله برنامه های دکترا از 30 تا زیاد شده. برنامه های ماستری هم الحمدلله از 100 تا زیاد شده. دیگه هم انشاءالله در همین نزدیکا شورای عالی دایر میشه، خیلی برنامه های ماستری و دکترا ایجاد میشه در پوهنتون های امارتی و خصوصی. زمینه همی برابر است که جوانای ما تحصیل خود را ادامه بدهند، ماستری و دکترا بخوانند.